يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك هموطنان گرامی، خداوند متعال در قرآن مبارکش می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. وقتی بندگانم درباره من میپرسند بگو براستی که من نزدیکم. هنگامی که از من طلب دعا میکنند اجابت میکنم دعای دعا کننده را. پس امت باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند، شاید که راهنمایی شوند. بیایید با تکیه به این آیت و دیگر آیت‌های قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در پیروزی بر رژیم جنایتکار امام علی رحمان از بهترین سلاح مؤمن دعا کار بگیریم. این رژیم نه تنها با مردم کشور یعنی همه ما و شما بلکه با پروردگار ما نیز جنگ اعلان کرده است. پس خداوند هم در سنگر ماست و هیچ کمک و قدرت برتر از کمک و قدرت او نیست. بیایید از خداوند بخواهیم تا در سرنگون کردن این جنایتکار و پیروان فاسدش به داد مظلومان برسد. بیایید در اول روز را برای دعای دستجمعانه اختصاص بدهیم. ما پیشنهاد میکنیم جمعه آینده را انتخاب کنیم. هر کسی قادر است روز پنجشنبه 27 اکتبر روزه بگیرد و در افطار دعا کند. سپس سر از نماز خفتن روز پنجشنبه تا صبح جمعه 28 اکتبر یکجا در دعا باشیم. دعا کنیم تا مردم مظلوم تاجیک را از شر این حکومت ظالم و خدمتگاران فاسدش نجات دهد. اگر شما مردم شریف کشور این پیشنهاد ما را قبول دارید، ما از علمای اسلامی درخواست میکنیم تا متن دعا را طبق قرآن و سنت و با زبان تاجیکی ترتیب دهند تا همه یک دعا داشته باشیم. از همه آنهایی که میخواهند در این کاری خیر شریک باشند خواهش میشود این مراجعت را در تمام شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک و ادناکلاسنیکی، شبکه‌های علاقه از قبیل واتساپ و وایبر و تلگرام و بین مردم نشر نمایند. از تمام تاجیکانی که در خارج کشور قرار دارند خواهش میشود این موضوع را به امام‌های مساجدی که آنجا نماز میگذارند رسانند تا در دعای مردم تاجیک شریک باشند و در نماز جمعه 28 اکتبر در حق تاجیکان و تاجیکستان دعا کنند. سر از امروز ما این مسئله را یکجا با شما بینندگان عزیز پیگیری خواهیم کرد و یکجا برای دعای دستجمعی آماده خواهیم شد. خداوند نیت‌های همه ما را خالص برای خودش بگرداند و دعاهای ما را مستجاب نماید. آمین. وسترته بشجيع